بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و آله و صحبه اجمعین. سوره بقره آیه 187. بسم الله الرحمن الرحیم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. خداوند متعال در سوره بقره آیه 187 می‌فرماید: در شب‌های روزه همخوابگی با زنانتان بر شما حلال گردیده است. آنان برای شما لباسی هستند و شما هم برای آنان لباسی هستید. خدا می‌دانست که شما با خودتان ناراستی می‌کردید. پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس اکنون در شب‌های ماه رمضان می توانید با آنان همخوابگی کنید و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سیاه شب بر شما نمودار شود. سپس روزه را تا فرارسیدن شب به اتمام رسانید. و در حالی که در مساجد معتکف هستید با زنان در نیامیزید. این است حدود احکام الهی. پس زنهار به قصد گناه بدان نزدیک نشوید. این گونه خداوند آیات خود را برای مردم بیان می کند باشد که پروا پیشه کنند. شنوندگان عزیز، از روایات اسلامی چنین استفاده می شود که در آغاز نزول حکم روزه مسلمانان تنها حق داشتند قبل از خواب شبانه غذا بخورند. چنانچه کسی در شب به خواب می رفت سپس بیدار می شد، خوردن و آشامیدن بر او حرام بود و نیز در آن زمان آمیزش با همسران در روزها و شبهای ماه رمضان مطلقاً حرام بود. یکی از یاران پیامبر علیه السلام به نام مطعم ابن جبیر که مردی ضعیفی بود با این حال روزه می گرفت. هنگام افطار وارد خانه شد. همسرش رفت برای افطار او غذا حاضر کند. به خاطر خستگی خواب او را فرا گرفت. وقتی بیدار شد گفت من دیگر حق افطار ندارم. مطعم با همان حال شب را خوابید و صبح در حالی که روزه‌دار بود برای کندن خندق که در آستانه جنگ احزاب بودند در اطراف مدینه حاضر شد. در اثنای تلاش و کوشش به سبب ضعف و گرسنگی بسیار زیاد بیهوش شد. پیامبر بالای سرش آمدند و از مشاهده حال او ناراحت شدند.
در روایت آمده است گروهی از جوانان مسلمان که قدرت خویشتن‌داری نداشتند در شب‌های ماه رمضان با همسران خود ارتباط جنسی کردند و اون حرمت الهی را شکستند. با توجه به این حادثه هایی که اتفاق افتاد، آیه نازل شد و به مسلمانان اجازه داد که در تمام طول شب می توانند غذا بخورند و با همسران خود آمیزشی جنسی داشته باشند. حالا در این آیه بسیار طولانی یک جمله هست که این جمله قابل توجه هستش و باید در آن تأمل کنیم. خداوند می‌فرماید که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی زنان برای شما لباس هستند و شما برای آنان لباس هستید. نیاز زن و مرد به یکدیگر یک مسئله دو طرفه هست و هر یک برای پوشش نیازهای طبیعی خود به آن دیگری نیازمند است. تعبیر به لباس همدیگر بودن نهایت ارتباط معنوی مرد و زن و نزدیکی آنها را به یکدیگر و نیز برابری آنها را در این زمینه کاملا روشن می سازد. یعنی هر دو لباس همدیگر هستند. حالا چرا به لباس تشبیه شده؟ چرا همسر را به لباس تشبیه کرده است؟ در تشبیه همسر به لباس نکات و لطایف بسیاری نهفته است. از جمله باید لباس در طرح و رنگ و جنس مناسب انسان باشد. همسر نیز باید مناسب انسان باشد و متناسب با فکر و شخصیت او باشد. لباس مایه زینت و آرامش است. همسر و فرزند نیز مایه زینت و آرامش خانواده اند. لباس عیوب انسان را می پوشاند. هر یک از زن و مرد نیز باید عیبها و نارسایی‌های یکدیگر را بپوشانند. لباس انسان را از خطر سرما و گرما حفظ می کند. وجود همسر نیز کانون خانواده را از آسیب‌ها حفظ می کند، آن را گرم می کند و زندگی را از سردی می رهاند. لباس حریم انسان است و دوری از لباس و نداشتن لباس مایه رسوایی و شرمندگی است. بنابراین دوری از ازدواج و همسر نداشتن سبب انحراف و رسوایی انسان می شود. در هوای سرد لباس ضخیم و در هوای گرم لباس نازک استفاده می شود. خب هر یک از دو همسر نیز باید اخلاق و رفتار خود را متناسب با نیاز روحی طرف مقابل تنظیم کند. اگر مرد عصبانی است، زن با لطافت با او برخورد کند و اگر زن خسته است، مرد با او مدارا کند. انسان باید لباس خود را از آلودگی حفظ کند. پس هر یک از دو همسر نیز باید دیگری را از آلوده شدن به گناه حفظ نماید. از اینجا راست گفت پروردگار که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنان برای شما لباس هستند و شما نیز برای آنان لباس هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.